درود به همه دوستان عزیز. حالتون چطوره؟ با قسمت 13 پادکست بدون سانسور یا بدون فیلتر خدمتون هستم. چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ خوبین؟ حالتون خوبه؟ خسته شدین فکر میکنم. حالا هر کی که میبینه اون یه نفر یکی دوتا ویویی که میخوره صدای منو تو این 3-4 تا اپیزود قبل شنیدین. یه برنامه هایی دارم بچه ها، ایشالله یه سری افراد رو قرار دعوت بکنم راجع به یه سری چیزا. این افراد از یه سری مشاغل حالا عمومی هستن، مثل شاید پرستار، شاید روانشناس، شاید پلیس حتی. نمیدونم، یعنی اصلا آشنایی ندارم با اینا و پادکست هم من جای تبلیغ ندادم فعلا، یعنی نه اینستایی داره، نه حالا توییتری، نه حالا چیزی. ولی خب تو برنامه هست که یک سری افراد رو دعوت بکنم و راجع به یه سری چیزا با هم دیگه صحبت بکنیم که قطعا از صدای من براتون جذاب‌تره، هم حالا موضوع، هم کسی که حالا میاد و 2 نفری ما ضبط میکنیم. یکم هم ناراحتم هم یکم خوشحالم، اصلا نمیدونم چه اتفاقایی داره میفته. اول اینکه خوشحالم که دیشب بارسا رو بردیم، من رئالیم و خون من سفیده و من واقعا از ته دلم شاید عاشق 5 تا چیزم توی زندگیم و اینا واقعا بدونه هیچ عشق پاکه، اینجوری بهتون بگم، یک عشق افلاطونی. یکیش رئال مادریده و من واقعا زندگیمو برای این تیم میدم، دیوونه‌وار عاشق تیم رئالم. و ببین در این حد بهتون بگم که سال فکر کنم 2022 بود اگه اشتباه نکنم، ADHD بذاره یادم بمونه چیزا، که فینال با لیورپول داشتیم که 1-0 بردیم، پاس والورده جونیور زد. توی اون فینال چمپیونز لیگ من فشارم رو 20 بود، یعنی پشمای خودم ریخته بود که ما اون فینال رو ببریم. گرچه بازی خیلی یه طرفه بود، یعنی بازی که یادمه با اون حالا گگین پرس وحشتناک یورگن کلوپ، بازی تقریبا اگه اشتباه نکنم از 50 به این ور بازی خیلی یه طرفه شد و فشارم رو اون بازی رو 20 بودش. و حالا دیشب که بردیم خوشحال شدم من این بودش که حالا یامال بچه سال که اومده بود، حالا یه سری مسابقه کرده بود و گفته بودم رئال مادرید دزد فلان و اینا. اول که اصلا به تو نمیرسه، اصلا به تو نمیرسه بخوای مثلا آقای یامال بخوای اصلا بیای جلو چندین هزار نفر همچین مسابقه راجع به بزرگترین تیم تاریخ بکنی. خب دوم این که یه ذره احترام رو باید به تو یاد بدن، یعنی تو یه ذره گندگوزی داری میکنی و گندگوزی نسبت به سنت اصلا نمیخوره و بزرگترهای تیمت باید بیان گوش تو بگیرن. یعنی تقصیر بزرگترهای تیمت هم هستا که اومدن کمپین تبلیغاتیشون رو سر توپ طلا کامل گذاشتن روی تو و بدبخت رافینیا رو فید کردن که حالا گرچه توپ طلا باید بین 3 نفر ویتینیا و نونو مندز و دمبله پخش می‌شد، اگر که این 3 تا نبودن قطعی باید توپ طلا میرسید به رافینیا، ولی اصلا به تو نمیرسه. اصلا گوز کدوم کونی جوجه، از کجا اومدی؟ یعنی کمپین تبلیغاتی بارسلونا نبود، چه غلطی می‌خواستی بکنی که میای این منتالیتی رو داری، که میای این ذهنیت رو داری، میای جلو چندین نفر همچین حرفی میزنی که بعد بازی هم آخه بعد بازی دعوا شد، نمیدونم کیا دیدن، با 1.70 قد و 50 کیلو وزن اومده به کورتوا میگه بیا بریم تو رخیام بهت میگم. آخه جوجه، آخه گنده شهر موشا، کورتوا چیکار؟ کورتوا میخورتت با یه دستش تو رو یه دستش اندازه توه، آخه پشمک. آخه ولت میکردن، جونیور رو ول میکردن که یه لحظه کلش تخمی شد. نمیدونم دیدین یا نه، خیلی حال کردم. اومد کشید، داشت حرف میزد باهاش، داشتم میکشیدنش، یهو عصبش گفت من آخه خار فلان، اومد خواست بزنتش. و آره دیگه گندگوزی نکن دیگه بابا، آخه گنده تر از تو احترام داشت داره میذاره به رئال مادرید، یعنی بزرگتون احترام گذاشت به رئال مادرید. توی جوجه آخه بچه سال چی داری میگی؟
حالا بحث هم داریم با دوستان، میگن ما 4 تا بازی بردیم. 4 تای قبلی رو ما بردیم، چرا حرفی ازش نمیزنید؟ چرا حرف از 4 تای قبلی نمیزنید؟ 4 تای قبلی رو ما بردیم، شما نمیتونستین ببرین، چیکار کنیم؟ بیشترین برد متوالی تو ال کلاسیکو 7 تا بوده، اونم رئال بوده. خب بعد حالا یعنی بارسای جماعت، یعنی من بی منطق یه دونه بارسایی با منطق من تو زندگیم ندیدم، چی پشمای من ریخته. پارسال که ما 4 تا بازی رو باختیم، تمام بازی‌ها من گفتم که تیم بد، هیچ تاکتیکی نیست، نمیدونم قرب بزنم فلانیو نداریم فلانیو نداریم فلانیو نداریم. افتضاح بود. بارسا باید می‌برد، بارسا باید 5 تا میزد. گرچه تو این بازی بارسا در رفت تو این بازی، یعنی قشنگ باید 5 تا رو می‌خورد با اون آفسایدهای کسچری که داور می‌گرفت. ولی چرا قبلی رو نمیان حرف بزنین؟ 4 تا قبلی رو که ما برده بودیم. حالا اینجا بهونه که رافینیا نبود، لواندوفسکی نبود، خود بارسلونا، خود هوادارا، خود تیم بارسلونا از دست لوا شاکیان. چی لوا نبود؟ لوا چرا نبود؟ لوا رو میذاشتین تو دیگه. یه رافینیا نبوده، مصدوم بوده دیگه. خب ما باید اینا هم ببینیم. دوستان بارسایی عزیز، یه ذره با منطق صحبت بکنیم با هم دیگه که خیلی بهتر بود رئال توی این بازی. تمام راههای بسته، راههایی که بارسا می‌خواست پرس بکنه از وسط زمین، یعنی پدری و دیانگ می‌خواستن پرس بکنن، اونور فلنک چپ و راستش که بالده و کونده باشن که می‌خواستن بیان جلو، هیچ کدومو نتونست پیاده بکنه. تمام برنامه‌های تاکتیکی بارسا رو به هم ریخته بودش فیلیک. و خیلی خوشحالم از این برد. امیدوارم که دوباره بارسا رو ببریم. قطعا تو ال کلاسیکو برگشت این اتفاق میفته دوباره، چون خیلی فرم تیم امسال بهتره. و حالا دیگه بحث فوتبالی نکنیم. ناراحتی من به این دلیله که یه سری اوورتینک ها دارم میزنم بچه‌ها، و باز این اوورتینک وای خدای من اصلا نمیدونم این اوورتینک رو چه غلطی باید بکنیم. اوورتینک پدر در میاره، یعنی خواب و خوراک رو از من میگیره. من خیلی وقت بودش که مثلا دیروز اتفاقی برام افتاد، حالا برسم تا هر جا بهتون میگم، که انقدر اوورتینک زده بودم واقعا دود بلند میشد از مغزم، سردرد گرفتم، انقدر اوورتینک عجیب و غریبی داشتم میزدم و انقدر دارم اوورتینک میزنم سر این قضیه که خوابم هم نمیبرد. یعنی دیشب خواب اون طرفو دیدم. حالا چیه داستان که من رفتم اینجا دارم کار میکنم، طرف همین چیزش مشکوکه، 10 روز تازه شرکت زده. شرکت هم شرکت تولید محتوا، انقدری حالا مثلا بگیم چیزای حسابداری و فلان و نمیشه، شرکت بزرگ و اینا نیستش، ولی همه چیز شرکت مشکوکه و حقوقای خیلی بالا داره میده نسبت به همدان. و الان قشنگ یه هفته‌ای هست ذهنمون رو کلا درگیر اون داستان کرده که آقا این اصلا پول میده پول نمیده. یعنی من اهمیتی برام نداره، هیچ چی نمیترسم. از این عصبی میشم و اوورتینک دارم میکنم که نکنه این سر ما پول نخواد بده، همچین حقوقی که داره میبنده. میدونی چی میگم؟ و یه سری حرفاش اصلا نمیخوره به هم، یه سری ضد و نقیض حرف میزنه، پارادوکس داره تو حرفاش. من خیلی آدم تحلیلگریم، یعنی شاید باورتون نشه زیر 30 ثانیه آدما رو تحلیل میکنم. انقدر این آدمو تحلیل کردم، یا دارم انقدر پرت میزنم یا این آدم خیلی آدم ساده ایه و من دارم راجبش اوورتینک میکنم و راجب کار. شاید واقعا من انقدر حقوق بالا مثلا توی زندگیم دریافت نکردم، مبلغش رو نمیگم، ولی انقدر حقوق بالا تو زندگیم دریافت نکردم. شاید دارم سر این اوور میزنم که ندیدم همچین چیزی توی زندگیم، میدونی؟ و شاید واقعی باشه، واقعا شاید واقعی، شاید بیاد بده آقا. که من بهش گفتم آقا ما اصلا قرارداد نبستیم با یه سری حالا مغازه و کسایی که میخوایم تولید محتواشون رو بگیریم، و از کجا میخوای به حقوق این همه آدمم بدی؟ 10 نفرم تازه کارمند داره غیر من. میگه میدم، میگه عجیب میدم. عجیبه برام. شاید ندیدیم ما توی زندگی. آخه من تهرانم تولید محتوا کار کردم اینجوری نبوده و اصلا کل داره خیلی تاثیر میذاره روی زندگی. من خیلی آدمه، یعنی ذهنت ضد گلوله باید باشه، مایند بولت اگه اشتباه نکنم. فکر کنم کلمه خارجیشو اشتباه گفتم، جمله خارجیشو. و خیلی سعی کردم که قوی باشم و خیلی چیزا روم تاثیر نذاره و واقعا هم همین بود. قشنگ من یه 1-2 سالی 3 سالی شاید بیشتر است که خیلی چیزا دیگه روم تاثیر نمیذاره، تاثیرش خیلی زود گذره و اینا، ولی این موضوع کامل ذهن منو درگیر کرده و اصلا نمیدونم که چه اتفاقی قراره بیاد.
بیفته دیگه. تهش اینه که میگم بچه‌ها 20 روز میری و حالا 20 روز دیگه به حقوق بده دیگه. حالا میده یا نمیده یا چیز دیگه اتفاق میفته نمیدونم. امیدوارم که خیر باشه، یعنی امیدوارم که این داستان به خوبی پیش بره و انقدری اوور دیگه نزنیم، چون مثلا دوباره فکر نمی‌کردم انقدر اوورتینک قوی باشه، انقدر بیماری قوی باشه، انقدر اختلال قوی باشه. خیلی وقت بود کنار گذاشته بودمش، ولی سر یه سری مسائل مثل سر مسائل مالی هی میاد حرف میزنه. بعد انقدرم تو این چند وقته یه ذره انرژی منفی داره، حس میکنم قشنگ داره وارد زندگی میشه و داره مختل میکنه یه سری چیزا رو. قشنگ دارم متوجهش میگم خدای دوباره این لوپه بگذره. یه هفته است اینجوریه. و من تو زندگیم بوده بچه مثلا 6 ماه همینجوری پشت هم اتفاق بد، یعنی انقدر اتفاق بد افتاد که مثلا دیوونه شدم، گفتم بابا نمیخوام بکشم خودم، بس یه جا باید این لوپه تموم بشه. و یه هفته دوباره اینجوری اتفاقای بد. اوورتینک یعنی اتفاق بد نیست، اوورتینک بیشتر هی داره میفته، هی ایمپرشن میاد سراغ من، هی دارم سعی میکنم کنترلش بکنم. و خدا رو شکر که دیشب بردیم، یعنی اگه نمی‌بردیم من دیوونه میشدم. خدا رو شکر این اتفاق افتاد. بگید بچه‌ها بهم اگر که شما توی اینجور مسائل، مثلا اینجور موضوعات براتون اتفاق میفته چجوری هندلش میکنید و چه راه حلی براش پیش دارید که حل بکنید مثلا این اوورتینک رو. من خودم حالا مثلا به همه چیز میدم و به همه راهکار میدم که میگم اوورتینک یه جوریه ذهن که دلش میخواد به چیزی فکر کنه، پس تو یه چیز خوب بهش بده که فکر کنه. این چی میگم و نمیدونم، امیدوارم که همه چی خوب و خیر و اوکی پیش بره که دیگه واقعا آدم حوصله این پرشنای جدید و پول ندادن و یه ما کار کنی اینا نباشه. بچه‌ها لطفاً کامنت بذارید، لطفاً ساب کنید کانالو، اگر که دوست داشتید، اگر که حال کردید لطف کنید کار رو انجام بدید و کامنت بذارید. حالا نه صرفاً برای من، برای اینکه همیشه من گفتم پادکست بدون سانسور جاییه که شما میتونی بدون قضاوت صحبتتو بکنی، حرفاتو بزنی و قضاوت نشی اصلا. بیاین راحت حرف بزنیم، نمیدونم مشکلاتتون رو تو کامنت ها بگید، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ قرار نیست اینجا قضاوت بکنه کسی رو. و اینکه امیدوارم که جیبتون همیشه پرپول باشه، سلامت باشید، اتفاقای خوب براتون بیفته و تا قسمت بعدی که امیدوارم حالا بتونم چیزایی که مد نظر من رو پیاده بکنم. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.